به این رنگ ها نگاه کنید. اینها فقط تکه های پارچه نیستند. این قصه یک ملت است. قصه از عشق، تاریخ و اصالتی که با وجود تمام طوفان ها هنوز هم زنده است. امروز می‌خواهیم با هم سفر کنیم به دنیای حیرت انگیز لباس‌های عروسی سنتی در افغانستان، از دشت‌های قندهار تا کوه‌های بامیان. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا ببینید چرا لباس عروسی افغانی یکی از باشکوه‌ترین لباس‌های جهان است. افغانستان سرزمینی است که در هر گوشه‌اش یک شاهکار هنری پنهان شده است. مردم این مرز و بوم با وجود تمام سختی‌ها هنوز هویت خودشان را با افتخار حفظ کردند و شاید هیچ چیز به اندازه لباس عروس نتواند این شکوه و تنوع فرهنگی را نشان دهد. لباس‌هایی که داستان نسل‌ها را بر تن دارد. سفرمان را از قلب افغانستان و از بین کوه‌های سر به فلک کشیده آغاز می‌کنیم با لباس عروس هزاره ها. یکی از رنگارنگ ترین و هنری ترین لباس دنیا. در بامیان و دایکندی عروس ها لباس های پر از خامک دوزی های ظریف، منجوق دوزی و زیورالات نقره‌ای می‌پوشند. رنگ های سرخ، سبز و بنفش در این لباس ها غوغا می کند. جالب است بدانید خیلی از این لباس ها کاملا دستدوز هستند و آماده شدنشان گاهی ماه‌ها زمان می برد. کمی آن طرف به دیار پشتون ها می رویم. لباس عروس پشتون ها. لباس عروس پشتون ها یعنی تجلی شکوه و زرق و برق. در قندهار، ننگرهار و پکتیا این لباس ها با گلدوزی های سنگین، پارچه های براق و زیورالات طلایی شناخته می شوند. رنگ سرخ در میان آنها نماد خوشبختی و عشق است. سنگ های تزئینی و سکه های قدیمی روی این لباس ها ابهت خاصی به عروس می بخشد. اما اگر به دنبال ظرافت و سادگی شاهانه هستید، باید لباس عروس تاجیک ها را ببینید. در بدخشان، پنجشیر و کابل لباس‌های عروس تاجیکی بیشتر با هنر سوزندوزی خاص و روسری‌های شیک شناخته می‌شود. طراحی‌های کلاسیک و رنگ‌های آرام در این لباس‌ها یک زیبایی منحصر به فرد و رویایی ایجاد می‌کند. حالا به شمال افغانستان سر می‌زنیم. جوزجان، فاریاب و بلخ باستان، جایی که لباس‌های عروسی ازبکی و ترکمنی چشم‌ها را خیره می‌کند. پارچه‌های مخملی گرانبها، کلاه‌های سنتی شگفت‌انگیز و زیورالات بزرگ امضای این لباس هاست. زن‌های هنرمند این دیار هنر دخت سنتی را مثل یک امانت گرانبها نسل به نسل برای دخترانشان یاد داده است. نمی‌شود از هنر حرف زد و از بلوچ ها نگفت. لباس عروس بلوچ ها. لباس عروس بلوچ ها یک اثر هنری واقعی است که شهرت جهانی دارد. سوزندوزی بلوچی آنقدر ظریف و پرکار است که هر لباس حاصل ماها عشق و زحمت شبانه روزی زنان بلوچ است. طرح‌های هندسی بی‌نظیر و رنگ‌های زنده این لباس را متمایز می‌کند. و سرانجام نورستان، سرزمینی بکر در دل کوهستان. لباس عروس این نورستانی‌ها کاملاً الهام گرفته از طبیعت است، با کلاه‌های محلی خاص و زیورالات سنتی که شبیه به هیچ جای دیگر دنیا نیست. در گذشته مادران ما با هر کودکی به این لباس ها می زدن برای دخترانشان آرزوی خوشبختی و سپیده بختی می کردن. امروز حتی در مدرن ترین تالارهای عروسی دختران افغان با افتخار لباس سنتی خودشان را می پوشند، چون این لباس ها فقط پارچه نیستند، اینها هویت ما، ریشه ما و غرور ما هستند. کدام یک از این لباس ها بیشتر به دل شما نشست؟ در کامنت ها برام بنویسید. اگر بر فرهنگ و زیبایی های افغانستان افتخار میکنی حتما این ویدیو را لایک کن و کانال ما را سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهی.